امروز میخوام داستان زنی رو برات بگم که فقط یه خیاط ساده بود ولی تبدیل شد به فعال حقوق بشر و از طرف کنگره آمریکا به عنوان مادر جنبش آزادی و بانوی اول جنبش حقوق مدنی شناخته شد. ادامه ویدیو با من بمون تا برات بگم چطوری میشه با یه نه ساده قانون رو تغییر داد و سرنوشت آدم ها رو عوض کرد. روزا پارکس 1913 روز 4 فوریه به دنیا اومد. تو کشوری به اسم آمریکا که هنوز تبعیض نژادی تو خیلی از قسمت‌های اون حکم فرما بود و به صورت یک قانون اجرا می‌شد. مادر روزا معلم بود و پدرش هم نجار. 11 سالش بود وقتی که توی مدرسه دخترونه در مونتگومری ثبت نامش کردن که توسط زنان آزادیخواه از شمال ایالات متحده تأسیس شده بود. درس خوندن توی مدرسه اینچنینی باعث شد روزا یاد بگیره که نباید وضعیت تبعیض‌آمیز رو تحمل کنه. برای همین وقتی ازدواج کرد به همراه همسرش ریموند پارکس به یک تشکلی ملحق شدند که بی سر و صدا برای بهبود وضعیت آمریکایی‌های آفریقایی تبار در جنوب کار می‌کردند. روز اول دسامبر 1955 روزا پارکس وقتی داشت از محل کارش برمیگشت خونه سوار اتوبوس شد. راننده اتوبوسی که روزا سوار شد چند سال پیش هم یک بار باعث آزار روزا شده بود. موقعی که اون بلیطش رو پرداخت کرد و رفت که از در عقب سوار شه، راننده در رو بست بدون که روزا رو سوار کنه حرکت کرد. از اون زمان به بعد روزا هر وقت این اتوبوس رو میدید سوار نمیشد. ولی اون روز چون دیرش شده بود و وقت کمی داشت مجبور شد سوار همون اتوبوس بشه. 2 ایستگاه بعد از حرکت یه آقای سفید پوست سوار اتوبوس شد و چون جا نبود سرپا ایستاد. البته اون هیچ اعتراضی هم نکرد. اما راننده به محض اینکه متوجه این مسئله شد دستور داد که جا خالی کنن تا اون آقا بتونه بشینه. 2 نفر از سر جاشون بلند شدن اما روزا پارکس مانع از نشستن مرد سفید پوست شد. مسافرای اتوبوس که البته همه سیاه پوست بودن وقتی خشم راننده رو دیدن از اتوبوس پیاده شدن. بعدش 2 پلیس اومدن و پارکس رو بازداشت کردن. جریمه و انگشت نگاری. این ماجرا سر و صدای زیادی به پا کرد. باعث شد سیاه‌پوستا تشویق بشن برای اینکه به خاطر دستیابی به حقوق حقه خودشون تلاش بیشتری بکنن. این کار باعث شد بقیه سیاه‌پوستا به رهبری مارتین لوتر کینگ شبکه حمل و نقل عمومی آمریکا رو تحریم کنن. و چون بیش از 70% کسایی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کردن سیاه‌پوست بودن، پس این کار میتونست باعث ورشکستگی این ناوگان بشه. جنبش اعتراضی کاملا مسالمت آمیز بود و بعد از 381 روز نتیجه داد. این جنبش اعتراضی مسالمت آمیز باعث تصویب قانون حقوق مدنی شد در سال 1964 که طبق این قانون هر تبعیض نژادی در آمریکا ممنوع اعلام شد. روزا پارکس بعد از فوت همسرش مؤسسه خودسازی روزا و ریموند پارکس رو تأسیس میکنه. توی این مؤسسه برنامه تابستونی برای نوجوانا میذاره به اسم مسیر آزادی. بچه‌ها با اتوبوس البته که زیر نظر بزرگسالان به گشت و گذار توی کشور میپردازن و با تاریخ کشورشون و جنبش حقوق مدنی آشنا میشن. روزا پارکس زن شجاعی بود و با این شجاعتش تونست زندگی خیلی‌ها رو تغییر بده و هیچ وقت تسلیم وضعیت موجود نشد. به خاطر نقش ویژه‌اش در جنبش حقوق مدنی سیاهان مورد توجه قرار گرفت. شورای رهبری مسیحی‌های جنوب به افتخارش جایزه سالانه آزادی پارک روزا رو تأسیس کرد. همچنین کلینتون در سال 1996 مدال آزادی ریاست جمهوری رو به روزا پارکس داد. سال 1999 موفق به دریافت مدال طلای کنگره شد. روزا پارکس در روز 21 دسامبر 1956 سوار یکی از اتوبوس‌های مونتگومری شد و در این روز سیستم حمل و نقل عمومی مونتگومری الزام شد قوانین مربوط به جداسازی نژادی در اتوبوس‌ها را لغو کنه. روزا فقط با نشستن روی صندلیش بلندترین فریاد عدالت شد و شجاعتش شد الهام بخش زندگی میلیون‌ها نفر.
کتاب نوشت و تا پایان عمرش هم صدای عدالت باقی موند. روزا بعد از مرگش مثل یک قهرمان ملی بدرقه شد و در کنگره آمریکا به خاک سپرده شد. اون تنها زن سیاه‌پوست و دومین سیاه‌پوستی بود که تو همچین مکانی دفن شد. برداشت من از داستان زندگی روزا پارکس اینه که روش‌های بسیار زیادی برای رسیدن به صلح وجود داره. گاهی فقط یه نه ساده میتونه جرقه تغییرات بزرگ باشه، یا گاهی فقط موندن سر جای خودمون میتونه تغییرات عظیمی رو ایجاد کنه. خوشحال میشم برداشت تو از این داستان و روش‌های مختلفی که به ذهنت میرسه برای برقراری صلح تو کامنت ها برام بنویسی. اگه دوست داری بازم در مورد زنان تاثیرگذار در تاریخ برات بگم، کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو برای دوستات بفرست تا بیشتر دیده شه.